روز جمعه سعید را برای همه شما آرزو شد باش میگویم برایتان در خانه‌دان فیض و برکت و در کار برار میخواهیم. تشکر که هر صبح منتظر خبرها از رادیو آزادی میشوید و صبحتان را با نویدی بمدادی از آزادی ویدیو آغاز میکنید. ساعت به وقتی پرگر رسو 7 است و امروز با شما با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان آشنا میشویم. اما قبل از آن باید بگویم که در پراگ امروز هوای آفتابی پیشگویی شده است. احتمال گرمی 26 درجه را تشکیل بدهد. در مسکو نیز امروز هوا آفتابی و 22 درجه گرم خواهد بود. در دوشنبه هوای کم ابر در نظر است. حرارت به 36 درجه خواهد رسید. دوستانی حربی حادثه مرگ سرباز وزارت مدافع تاجیکستان هدیت‌الله تغویف را شروع کرده است. تفتیشات معلوم خواهد کرد که سرباز در قسم حربی خودکشی کرده است و یا از بی‌احتیاطی بر اثر تیر کلاشنیکوف به هلاکت رسیده است. وزارت دفاع تاجیکستان میگوید منتظر نتیجه تفتیشات هستند. عارف نوزیمزاده رئیس دفتر مطبوعات وزارت دفاع تاجیکستان امروز به رادیو زاده گفت که پس از رخ دادن این حادثه روز 21 август مفتشان دوستان حربی به تحقیق حادثه شروع کردند. حالا نسبت این حادثه هیچ نفر عیبدار دانسته نشده و هیچ ماده کودکس جنایی نیز باز نگردیده است، گفت عارف نوزیمزاده. مقامات شام 21 август جسد هدیت‌الله تغویف سرباز وزارت دفاع را به والدانش در دهه چارکوی اصفهان سپردند. مراسم دفن او روز پنجشنبه برگزار شد. تغویف ماه اکتبر سال 2017 بعد بازگشت از مهاجرت داوطلبانه به صف ارتش پیوسته بود. مقامات تا حال سبب‌های مرگ هدیت‌الله را به طور رسمی شرح ندادند، ولی هنگام سپردن جسد به نزدیکان گفتند که گویا او خودکشی کرده است. نزدیکان تغویف به رادیو آزادی گفتند که تیر به پیشانی‌اش زده است و آنها به فرضیه گویا خودکشی او باور ندارند. علی جان تغویف ساکن دهه سامانیان جماعت چارکوی اصفهان بعد دفن پسر 21 ساله‌اش گفت به دوستانی حربی شکایت برده سبب مرگ فرزندشان را طلب خواهند کرد. تغویف میگوید پسرش سلامت بود و همگی چند روز پیش با او تلفنی صحبت داشتند. گذشته از این به گفته پدر تا انجام خدمت پسرش 40 روز باقی مانده بود که دوره مشکلی نبود. پژوهش رادیو آزادی نشان داد که از کار ماندن سامانه خبرگزاری آزیا پلوس نه مشکل تکنیکی بلکه دستکاری انسان هاست. از نگاه کارشناسان تغییر نشانی فنی وبگام ممکن است از طرف اشخاص یا گروه های منفعت بردار، مقامات مربوطه یا رخنگران رخ داده باشد. دیگر شدن یک علامت در سراغ تکنیکی یعنی به عدد 0 تبدیل شدن حرف او سبب گشت که سامانه های خبرگزاری آزیا پلوس از روز 19 август دستنوره شوند. رهبران خبرگزاری آزیا پلوس میگن معلوم نیست این تغییر چگونه روی داده است. در این میان انگشت اشاره به سوی خدمات علاقه تاجیکستان نیز بلند میشد. اما مقامات این نهاد دست داشتن در این کار قطعاً رد کردند. مسئولان شرکت استرا که دومین نیوز تیجی و آزیا پلوس تیجی در آن ثبت نام شده است نیز میگویند از کار ماندن سامانه های آزیا پلوس به آنها ربط ندارند. مسئولان بخش تکنیکی این شرکت گفتند DNS از ما وابسته نیست. متخصصان بخش تکنیکی در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کردند که در نشانی DNS سامانه های خبرگزاری آزیا پلوس خطا رفته است و یا قصداً تغییر داده شده است. محض این چیز باعث شده است که سامانه خبرگزاری آزیا پلوس از کار ماند. با این همه دقیق نیست که کدام گروه یا نهاد رسمی به عوض کردن سراغ یا DNS سامانه آزیا پلوس منفعت دارد است، اما نتیجه این است که یکی از خبرگزاری‌های معروف مستقل در تاجیکستان هزاران نفر از خوانندگان خود را گم کرد. ولی کارشناسان اظهار حیرت میکنند که اگر خبرگزاری همانا به DNS سامانه خود دسترسی دارد چرا آن یک 0 را اصلاح نمیکند و به حرف او تبدیل نمیدهد. مقامات امور اضطراری تاجیکستان و جمهوری اسلامی افغانستان شام 21 август در چارچوب یک همایش منطقوی در دوشنبه سازشنامه همکاری در امور پیشگیری و رفع عاقبت‌های حادثه‌های طبیعی را امضا کردند. نجیب فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث جمهوری اسلامی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این سازشنامه شرایط قانونی برای اعزام نژادیندگان دو کشور برای رفع عاقبت‌های طبیعی را به کشورهای همدیگر فراهم می‌کند. به گفته نجیب فهیم همچنین آموزش نژادیندگان افغان در مرکزهای تعلیمی تاجیکستان در نظر گرفته شده است و طبق بندهای این سازشنامه برای فرستادن سری نژادیندگان ضرورت دریافت ویزا بیکار کرده شده است.
در همین حال رستم نظرزاده رئیس کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گراجدانی تاجیکستان میگوید که نجاتدهندگان توجیک میتوانند تنها به آن منطقه‌های آفت‌زده افغانستان اعزام شوند که تحت نظارت ساختارهای دولتی قرار دارند. هیچ کشوری نجاتدهندگان خود را به کشوری که در آنجا به جان نجاتدهندگان خطر وجود دارد نمیفرستد، افزود رستم نظرزاده. باید گفت که افغانستان و تاجیکستان 1400 کیلومتر مرزی مشترک دارند. حادثه‌های طبیعی در منطقه‌های مرزی یکی از این کشورها میتواند به دیگری تاثیر رساند. از جمله در تابستان سال 2017 فرآمدن سیل در دو موضع دروازه افغانستان مجرای دریای پنج را بست و حرکت در شهرهای دوشنبه، کولاب، درواز، خاروق را برای چند هفته به مشکل روبرو نمود. بینندگان عزیز، شما نویدی بمدادی رو تماشا دارید و اگر تا آخر صحبت ما رو تماشا کنید من برای شما قربی روبل روسی رو خواهم گفت که نسبت به روزهای پیش به طور قابل ملاحظه بلند رفته است. دیشب در جلسه سازمان ملل متحد روسیه و آمریکا همدیگر را به بیرونشوی از سازش تاریخی نظارت سلاح و خللدار نمودن امنیت سراسری ایبدار کردند. در جلسه 22 август مسکو از به اصطلاح دورویگی واشنگتن در رابطه با آزمایش موشک‌هایی که بر پایه پیمان منع آزمایش موشک‌های پرواز میانه از سال 1987 ممکن نبود انتقاد کرد. در نوبت خود سرپرست مقام سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد جوناتان کوهن گفت که مسکو خیلی بروقتر از آن عهده‌داری‌اش بر پایه سازش سال 1987 را کنار گذاشته یک بتالون موشک‌های بولدار مستقر در زمین را در پایگاه‌های نصب کرده است که امکان دارند هدف‌ها را در اروپا ضربه زنند. همچنین آمریکا از روسیه طلب کرد که درباره ترکیش شبهه برانگیز موشک آزمایشی که باعث مرگ 5 مهندس و مدت آلوده رادیاسیونی شدن منطقه اطلاع بدهند. جلسه دیروزه شورای امنیت سازمان ملل متحد با درخواست روسیه و چین بعد آزمایش موشک بولدار آمریکا در تاریخ 18 август دعوت شد. ضد دوستان کل پیشین قرقیزستان اندیرا جولدوبویوا در دایره پرونده آزادسازی غیرقانونی جنایتکار بانفوذ عزیز باتوکایف با گمان فسادکاری عیب اعلام شده است. دادگاه نهایی یکم می شهر بیشکک اندیرا جولدوبویوا را به حبس خانگی محکوم کرد. اندیرا جولدوبویوا از ماه ینوار سال 2015 تا ماه اپریل سال 2018 دوستان کل قرقیزستان بود. او قبلا رهبری شعبه اصلاحات دادگاهی و ولایت قانونی دستگاه پرزیدنت را بر ذمه داشت. سال 2013 دادگاه شهری نورین قرقیزستان در اساس تشخیص طبیبان قرار پیش از مهلت آزاد کردن عزیز باتوکایف را قبول کرد. باتوکایف همان روز آزاد شویش از بیشکک به روسیه پرواز نمود. این حادثه بحث گسترده را به میان آورد. در دوره پرونده غیر قانونی آزاد شدن باتوکایف ضد یک قطار منصبداران وقت قرقیز تفتیشات آغاز شده است. در رابطه با آزادی باتوکایف ضد پرزیدنت پیشین قرقیزستان المزبک اتامبویف نیز عیب اعلام گردیده است. دینار قلیبویوا دختر خردی پرزیدنت پیشین قزاقستان قصر عمک آقاخان را در شویتزاریا به مبلغ 62 میلیون فرانک شویتزاری خریده است. این قصر را در عصر 17 ساختند. در این باره مجله شویتزاری بیلاین روز 21 август خبر داد. قصر با نام بلیریف در منطقه ژنو جایگیر بوده به فهرست ثروت‌های ملی شویتزاریا شامل است. یک کارمند اداره مجله بیلاین روز 22 август به رادیو زودی گفت دینار قلیبویوا این قصر چند روزی پیش خرید. محرر مجله خبر را در شماره روزی گذشته همچون مطلب نشر کرد که از منابع مخفی به دست آمده است. بیلان می‌نویسد قصر بلیریف را 3 سال پیش با ارزش 120 میلیون فرانک شویتزاری به فروش گذاشتند و نهایت چند روز پیش از جانب دختر پرزیدنت سابق قزاقستان نورسلطان نظربایف با نرخ 62 میلیون فرانک خریده شد. نشریه می‌نویسد دینار قلیبویوا سال 2009 نیز در ژنو برای عوض 75 میلیون فرانک خانه خریده بود. هنوز خود دینار قلیبویوا و یا نماینده رسمی او به این خبر واکنش نکرده است. سه نابالغ یک مرد 41 ساله را در دوشنبه غارت کردند. به نوشته وبسایت وزارت کارهای داخلی تاجیکستان حادثه روز 21 август رخ داده است. گفته می شود به شعبه وزارت کارهای داخلی نویای سینو استقامت کننده شهر کولاب عرض نمود که در سنه مذکور هنگام در کوچه گپرزم قرار داشتنش شخصان نامعلوم او را لطوکوب نموده برای زوری از دستش 1600 سومانی را تصرف کردند و از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذراندن چوربین‌های اپراتیوی جستجویی سه نابالغ از 16 تا 18 ساله همچون گمانبر در این غارتگری دستگیر کرده شدند. اوید به جنایت مذکور تفتیشات ادامه دارد.
و بینندگان عزیز توجه کنید به یک اعلان. تا قبول نوارهای شما برای آزمون دهی من روزهای کم مانده است، یعنی تا سپتامبر ادامه میکند آزمون. از این خاطر بیش تو شاید یکی از 3 جایزه های رادیوی آزادی، ویدیو کامera، پلنشت و یا تلفن هوشمند نصیب شما میگردد. طلبات آزمون این است که در نواری 1 دقیقه‌ای درباره دهه خودتان نقل کنید و بر رقم های ما از جمله 420 724 056 681 بفرستید. نوارهای آنهایی که تا این لحظه به آزمون فرستاده شدند در سامانه رادیو آزادی در بخش دهی من یک پاره خاک وطن گذاشته شده است. ضمناً مؤلف نوارها باید خود شما کاربران عزیز باشید. و طوری هم وعده داده اکنون از قرب اسعار خارجی برای امروز میگیم که از طرف بانک ملی تعیین شده است. به همین ترتیب 1 دلار 9 سومانی و 68 درم، 1 یورو 10 سومانی و 73 درم و 1000 روبل روسی توجه کنید برابر است به 147 سومانی و 20 درم. با سپاس از یک شما که تا آخر این صحبت ما را همراهی کردید و تا کمتر از 3 ساعت دیگر بازم من در خدمت شما قرار خواهم گرفت با سرخط خبرهای روز و بعد از این برنامه خبری داریم. یادتان نرود برای کار میخواهیم و روزی خوب داشته باشید. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار.